سلام به چشای زیبای همتون. من عماد رشفندم و این اولین قسمت از برنامه یوتیوب. مستقیما میرم سر اصل مطلب. میریم که با هم 4 تا طلا رو داشته باشیم، یک سری آنالیز بکنیم و بیایم با همین آنالیز ها فردا ترید کنیم. باید بگم که امروز چهارشنبه است و فردا پنجشنبه است، یعنی ما شروع اولین ویدیومون از چهارشنبه شروع میشه. خب قبل از هر چیزی نمودار روزانه طلا رو داریم اینجا روی چارت با هم میبینیم. توی نمودار روزانه طلا ما یک رنجی رو کاملا میتونیم اینجا مشاهده کنیم و نیاز فکر نکنم دیگه به توضیح بیشتری داشته باشه. نکنین از اینجا حرکت کرده اومده دوباره یک کف زده، اومده کفو زده، رفته کفو زده و داره حرکت میکنه به سمت این بالا توی نمودار روزانه. حالا اینا که کاملا توش نوشته شده قسمت های کف و سقف این نمودار روزانمون هستن. این خطایی که میبینید در واقع خطهای بریک و خطهای نقاط مهم ما در دل این تریدینگ رنج توی تایم فریم های پایین تر هستن. حالا این تایم فریم رو که ما کاملا داریم میبینیم و نقطه مهم دیگه توش نمیبینیم. یه تایم فریم میایم پایین تر و 4 ساعته رو انتخاب میکنیم. توی 4 ساعته همون نگاه کنید از شروع حرکت همون خطایی که دیدید این خط بریک اومد اینجا. این بریک در واقع اون تاییدیه نهایی بای بوده و اینجا این تاییدیه سلمون بوده. دیدید این خطا برای این کشیده شده. این خطا توی دل آخرین حرکتی که توش هستیم یکی اینجاست که نوشتم خط بریک سقف قبلی، یعنی توی برگشت به این نواحی امکان این که ما ریجکت قیمت دوباره به سمت بالا رو داشته باشیم خیلی زیاده. و اینجا که آخرین جایی که خودش یک نمیشه گفت رنج، میشه گفت یک فلگی رو تشکیل داده توی 4 ساعته و پس تنها نقطه مهم 4 ساعتمون اینجاست که نوشتم 4 ساعت مینور و میشه گفت حالا این ناحیه ها رو هم توی 4 ساعته میشه در نظر گرفت. دوباره میایم پایین تر توی 1 ساعته. توی 1 ساعته ما اینجا یک در واقع گپی رو داریم، یک گپ فشاری. گپ یعنی چی؟ یعنی که زمانی که این کندل باز شده و بسته شده اینجا دیگه قیمت هیچ برگشتی نشه، اصلا قیمت اجازه نداده که اینجا رو ببینه و مستقیم به سمت بالا حرکت کرده. برای همین این ناحیه رو احتمال این رو میدیم که از نظر در واقع میشه گفت فکر کنم بیشتر پرایس اکشنی باشه که قیمت تمایل داره که یک دور دیگه بیاد و این گپ یا این جای خالی رو پر بکنه و دوباره حرکت کنه. دوباره بخوایم خیلی ریستر با آخرین حرکت 1 ساعت همون نگاه بکنیم ببینید چند تا چیز مهم وجود داره. یک، این کندل قرمز رنگ پینبار این وسط رو دارین میبینین دیگه. این اگه بتونم این کندل دقیقا، خب این کندلی که علامت زدم وقتی که یک برخورد میکنه و این شکلی تا اینجا میره و برمیگرده و دفعه دوم نمیبینه اونجا رو، یعنی اینکه قیمت همچنان تمایل به صعود داره، یعنی تمایل به حرکت بالا داره به نظر من. حالا و چیزی که هست اینه که نکنید این حرکات قرمز رنگ و سبز رنگ رو میبینید. نکنید منشأ حرکات سبز رنگمون کجاست؟ اینجا، درسته؟ منشأ بعدیش کجاست؟ تقریبا همینجا. دوباره منشأ بعدیش این بار اومده بالاتر و هنوز هم این بالا رو ندید. منشأ حرکات قرمزمون کجاست؟ 1 2. حالا این سه هم در نظر میگیریم. دیدین 2 تا نزدیک این ناحیه است که پایین‌تره که در واقع به این کندل تقریبا داره واکنش نشون میده. دیدید؟ که اصلا برای ما فعلا مهم نیست. حالا چیزی که توی 1 ساعته میتونه به ما معامله بده چیه؟ 1، چون انتظار اینو دارم که بیاد و از بالا اینجا رو بشکنه، چیزی که من برام حائز اهمیته اینه که این بهش میگم میکرو کانال. خب این میکرو کانال رو بالا بشکنه، یعنی این کندل مثلا کجا رو بهتون نشون بدم، بعد وقتی الان نداریم اینجا، ولی
میایم اینجا رو در نظر بگیریم. به طور مثال این اومده این شکلی، درست؟ این کندل سبز رنگ این گام حرکتی قبلی رو اومده بریک کرده و میتونسته برای ما یک نقطه ورودی باشه. حالا یه داستان دیگه هم هست، کسایی که از قبل روی این معامله کردن امکان داره در صورت برخورد بهش دوباره معامله بکنن، ولی فیصل مجموع ما این خط روند رو طبق استراتژی، حالا میشه گفت ماینر، نگر میداریم و اگر بریک رو به بالا بشه اجازه معامله به خودمون میدیم. در غیر این صورت نقاط مهممون 1 و 2 این دو تا نقطه است که نقاط امنی هستند و این اوردر بلاک که از اینجا اومده و ریاکت های خوبی هم ازش گرفتم. اگر حالا بشکنه میام اینجاها را در نظر میگیرم براش، ولی چون نرسیده فعلا باهاش کاری ندارم. حالا یه تایم فریم دیگه پایینتر 15 دقیقه ببینم چیکار داره میکنه قیمت. توی 15 دقیقه اگه بخوام ریزبینانه بهش نگاه کنم، میکنید یک بار ریجکت، دو بار ریجکت. برای چی ریجکت شده؟ همون کندلی که نشون داده اینجا، این کندل رو ریجکت میکنه. این کندل باعث شده این کف شکسته بشه. این کف دیدید یک کف شکسته، دوباره بریک شده. این بریک اینجا درست بای بوده ولی نه الان که دیگه داره میاد پایین و ضعیف داره میاد پایین، میتونه بریک بشه و همچنان صبر میکنیم تا این بریک صورت بگیره و بعد معامله اصلیمون رو داشته باشیم. چیز دیگه ای من تو این قیمت نمیبینم روی نمودار طلا، یعنی هر چیزی که باید رسمی شده و آمادگی رو داشته باشیم برای معامله رو ما داریم و تمام، به همین راحتی، به همین خوشمزگی. البته اینم بگم که خب من از قبل اومده بودم اینها رو آنالیز کرده بودم، درسته، ولی خب مهم اینه که چه باید کرد و توی آپدیت های این، یعنی این آنالیزی که الان با هم توضیح دادیم میشه بیس آنالیز ما و از این به بعد هر تغییراتی که توی این آنالیز صورت بگیره من با شما در میون میذارم و پله پله اون رو آپدیت میکنیم. فقط به خاطر اینکه ترجیحاً یک نقاط ریزی رو داشته باشیم برای معامله که بدونیم کجاها رو مد نظر داریم. یک نقطه ای رو من برای نزدیکترین ناحیه‌مون در نظر میگیرم که این ناحیه است. میام زیرش اینجا. این نزدیکترین ناحیه بایمونه که در نظر دارم اگر به اینجا برخورد کنه برگرده بالا و ناحیه سلمون هم چون اینجا است ناحیه دیگه رو در نظر نمیگیرم. بنابراین من انتظار تریدینگ رنج رو در تایم فریم پایینتر از قبل داشتم، از این مینور تا این مینور، که تقریبا هم این اتفاق افتاده. به همین راحتی، به همین خوشبختگی. البته این برنامه قرار ادامه دار باشه. پس ما الان یک دیدگاه کلی رو نسبت به نمودار طلا داریم، یک انتظاراتی ازش داریم، این انتظارات رو با هم بررسی کردیم و صبر میکنیم که ببینیم نسبت به این انتظاراتمون چگونه عمل خواهد کرد. به همین راحتی، ساده ببینیم. خیلی خوشحالم، خیلی دوستتون دارم.